امروز اواسط آذر 1404 یعنی فقط تقریبا 3 ماه مونده که سال عوض بشه و حقیقتش اینه که 90% آدمایی که این ویدیو رو میبینن دقیقاً جایی وایسادن که اول امسال بودن، شاید هم پارسال. ولی قبل اینکه این ویدیو رو ببینی باید بدونی که همین 3 ماه میتونه تو رو تبدیل کنه با آدمی که سالها آرزوشو داشتی. نه با رویا پردازی، با عمل واقعی. اگه این چند ماه صاحب شی میبینی که میتونی سال جدیدت رو مثل یه آدم جدید شروع بکنی. الان بهت میگم چه جوری. فقط قبلش یاد نره که این ویدیو رو لایک بکنی و دکمه سابسکرایب رو بزنی. بخش اول، افشای حقیقت. بذار یه چیزی رو رک بهت بگم. تو احمق نیستی، تو مشکل ذهنی نداری، تو تنبل نیستی. تو فقط مشکلت اینه که استاد دانستنی ها شدی و توی دنیای انجام دادن قرار نگرفتی. تو بهتر از خیلی ها میدونی که باید چی کار بکنی. 1000 تا ویدیو دیدی، انگیزه گرفتی، برنامه نوشتی، ولی آخرش چی؟ هیچی. هیچ تغییری اتفاق نمیفته چون دونستن پیشرفت نیست. دونستن فقط احساس پیشرفت میاره. پیشرفت واقعی از عمل میاد. میدونی بیشتر مردم الان دارن چی کار میکنن؟ دارن همین 3 ماه هم تلف میکنن. میگن اوکی از فروردین شروع میکنم. بذار یه سوال ازت بپرسم. اگر نمیتونی تو این 3 ماه خودتو تغییر بدی، به نظر توی 12 ماه میتونی؟ سال نو آدمو عوض نمیکنه. عادتان که آدمو عوض میکنن. عادتایی که از امروز شروع میشن. نه از فردا، نه از اول هفته، نه از اول ماه، نه از سال جدید. برای همینه که 99% از آدما همیشه عقب میمونن و فقط 1% که حرکت میکنن. و تو میتونی توی اون 1% باشی. منم خودم همین بودم. همیشه به خودم میگفتم از شنبه شروع میکنم، از هفته آینده شروع میکنم، از ماه بعد شروع میکنم. و یه روز فهمیدم اگه قرار بود یه روز خاص زندگیمو عوض کنه، تا حالا 100 بار این اتفاق افتاده بود. از همون روز تصمیم گرفتم هر موقع حس کردم که باید تغییر کنم، از همون موقع شروع کنم. هیچ چیز جادویی وجود نداره. تو هم میتونی همین الان شروع. این چند ماه مثل یک زندگی کوچیک ببین، یه فرصت تازه، یه شروع دوباره، نه به عنوان باقی سال. شروعی برای تو. از خودت بپرس من تو این چند وقت میتونم چی رو تغییر بدم، چی برای خودم بسازم و خودم رو چطور به یه آدم جدید تبدیل کنم. نه با رویا پردازی و آرزو، با یه واقعیتی که واقعا بتونی بسازیش. خب برسیم به قدم تغییر. قدم 1. فقط 1 یا 2 هدف بذار. بزرگترین اشتباه اینه که برای خودت 1000 تا هدف بچینی. بدنت، کارت، ورزش، درس خوندن، 1000 تا چیز مختلف و تهش میبینی که هیچ کدومش رو انجام نداد. 2 تا از هدفهایی که میتونن زندگیت رو تغییر بدن رو انتخاب کن. هدفهایی که میتونن تو رو به پیشرفت تدریجی و دومینووار برسونن. به طور مثال ساخت نظم شخصی، باشگاه رفتن، روزی 1 ساعت کتاب خوندن یا روزی 1 ساعت بدون گوشی کار کردن و چیزهای مختلفی که میتونید انتخاب بکنید. قدم 2. کارهای کوچیک اما سازنده. چند کار کوچیک بساز که هر روز باید انجام بدن. مثلا مسواک زدن. انجامش نمیدی؟ پس هنوز روزت کامل نیست. مثلا 10 تا شنا رفتن، 20 دقیقه یادگیری، نمیدونم 1 ساعت بدون گوشی کار کردن و چیزهای مختلف دیگه. این کارها هستن که توی روز تو رو به اثر مرکب میرسونن و تو رو در نهایت این چند ماه، چند روز تو رو تغییر میدن. قدم 3. قانون بدون بهونه. هر بهونه آوردی هم موقع بنویسش. خستم، وقت ندارم، حوصله‌اش نیست. و از خودت بپرس تا حالا این بهونه‌ها زندگیمو بهتر کرده؟ جواب همیشه یکی. نه. قدم 4. نصف کردن حواس پرتی‌ها. تو بی وقت نیستی. تو فقط داره وقت دزدیده میشه. اسکرول کردن، سریال دیدن، استوریای الکی، محتوای چرت و پرت دیدن و قطعا اینو وقتت از بین میبرن. تو این 3 ماه، تو این چند وقت بیا اسکرین تایم گوشیتو نصف کن و میبینی که انگار هر روز یه روز جدید بهت هدیه میشه. بردهای کوچیک بزرگترین سلاحت. هیچ کس یه شبه عوض نمیشه. تغییرات بزرگ از بردهای کوچیکی میان که هر روز انجام میشن. دقیقاً مثل قانون مرکب. کم ولی هر روز. چشماتو ببند. خودتو تو اولین روز 405 تصور کن. همه دارن حرفای الکی مینویسن، برنامه‌های چرت و پرت. تو از همشون جلوتری. تو شروع نکردی. تو ادامه دادی. همین تفاوت زندگی تو برعکس میکنه. این 3 ماه 90 روز میخوای مثل همیشه هدرش بدی؟ آره بهت برخورد. ولی اگه فکر میکنی وقتشه، همین الان یکی از هدفات رو روی کاغذ بنویس و شروع کن. مرسی که این ویدیو رو تا انتها دیدید. اگر دوست داشتید برای یکی از دوستاتون بفرستید. خیلی مخلصیم. بوس به کله همتون.